انتظاره که به باور و ایمان تبدیل میشه و ما هر چیزی رو تو زندگی باور کنیم اونو در دنیای فیزیکی تجربه میکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه ما با چه احساسی منتظر اون رویداد هستیم، چون هر چیزی دو جنبه داره، بودنش و نبودنش، اتفاق افتادنش و اتفاق نیفتادنش. اگر با ترس و حسرت و نگرانی داری به اون آرزوت و به اون خواستت توجه میکنی، یعنی با احساس بد منتظر خواستتی، تو اون وجه نبود خواستت رو داری خلق و تجربه خواهی کرد، یعنی خلق میکنیش و بعد تجربهش میکنی. ولی اگر با احساس شادی، اطمینان و آرامش منتظر خواستات هستی، تو داری بودن اون چیز رو احساس میکنی و این احساس تو آگاهی از ارتعاش توست، آگاهی از رویدادی است که در حال اتفاق افتادنه. پس با آرامش و شادی منتظر خواسته‌هامون باشیم. پیروز باشید.